ویژه سازمان ملل در مسائل حامیان حقوق انسان از 28 نوامبر تا 9 دکامبر با مقصد آموختن وضع حامیان حقوق از تاجیکستان بازدید میکند. در اطلاع رسمی گفته می شود که این بازدید امکان میدهد که وضع حامیان حقوق در تاجیکستان و مشکلات و چالش‌های اساسی که جامعه شهروندی در این کشور روبرو شده است تحقیق و ارزیابی شوند. میری لولر از وضع جامعه شهروندی در تاجیکستان و سرکوب فعالان و اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان به شدت انتقاد میکرد و از مقامات تاجیکستان طلب داشت تا به حامیان حقوق حرج گذارند و تعقیب آنها را بحث کنند. میری لولر قبل از سفرش به تاجیکستان گفته است که او ضمن این بازدید روی مسائل مربوط به اجرای طلبات اعلامیه حامیان حقوق و دیگر سندهای بین المللی مربوط به حقوق انسان که تاجیکستان امضا کرده و برای اجرای آنها تعهد سپرده است تمرکز خواهد کرد. او مساعدت به مهیا ساختن شرایط به حامیان حقوق برای انجام آزادانه فعالیت‌هایشان را از مقصدهای اساسی خود در جریان این سفر نامیده است. من همچنین چاره‌ها در مورد حمایت حامیان حقوق از جمله در قانونگذاری و سیاست کشور، شرایط ثبت نام و اداره سازمان‌های غیر دولتی، مسائل آزادی بیان و گردهمایی‌ها و دسترسی به کمک‌های حقوقی را تحقیق خواهم کرد، گفت از خانم لولر. سفر او در حال صورت می‌گیرد که به گفته حامیان حقوق تعقیبات نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان و حقوق انسان در این کشور خیلی بد شده است. قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل در جنبش سفرش نشست خبری برپا کرده تأثیراتش از سفر تاجیکستان را بر رسانه‌ها بیان کند. این نشست خبری روز جمعه 9 دکامبر ساعت 15:00 در قرارگاه سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر می شود. به این نشست خبری تنها به ژورنالیستان اجازه ورود داده می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل خلاصه‌هایش درباره وضع حقوق انسان در تاجیکستان را ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق انسان سازمان ملل ارائه خواهد کرد.